این یه عکس معمولی نیست، بی نهایته، متعلق به بی نهایت بودنه. منظره ای از عشقه، یه منظره ای که توش جایی برای کس دیگه ای نیست. نور دیالوگ، نور دیالوگ. خانواده من، ما یه خانواده ایم. امیدوارم یه روز تو هم صاحب خانواده بشی. خانواده من بسته دیگه، کافیه دیگه، کافیه. نمیتونم تحمل کنم، نمیتونم، ازم بر نمیاد، نمیتونم. دیدی که نتونست از پسش بر بیاد؟ استاد میشه یه استراحت کوتاه بدی؟ بله البته. دوستان چند دقیقه استراحت، بعد از چند دقیقه دوباره برمیگردیم. خیلی خوب، آروم باش نور، آروم باش، آروم. خواهش میکنم، من نمیتونم دیگه، نمیتونم تحمل کنم، من نمیتونم. تازه شروع کردن، حداقل 2 ساعت طول میکشه آقای گید. تا صبحم طول بکشه همونجا منتظر باش، بهم خبر بده. آقای گید اومد بیرون. یعنی چی اومد بیرون؟ مگه نگفتی فعلا طول میکشه؟ فکر کنم مشکلی پیش اومده. چه مشکلی پیش اومده؟ چی شده؟ داره گریه میکنه. گریه میکنه؟ بیا یکم آب بخور. خیلی خوب، بسه. سعی کن نفس عمیق بکشی و آب بخوری. دیگه تحملشو ندارم، نمیتونم تحملش کنم. نور، نمیدونم تو قایق چه اتفاقی افتاد، داری باید خودتو کنترل کنی. اگه الان از خواب بیفتی خب نمیتونی با سرنوشتت کنار بیای. درک نمی‌کنی. میدونم کنار اومدن باهاش سخته، ولی نه این کار، نه این خشم، نه این بلند پروازی، هیچ کدوم نمیتونه منو نجات بده. حالا چی کار کنم؟ این قلبمو که داره عذاب میکشه بکنم بندازم دور؟ از وقتی که عاشق ایگید شدم قلبم چندین بار مرد و زنده شد. در موندگیامون منو میکشه، ولی بعد که اونو روبرون میبینم، نگاهش، لبخندش، خشمش، حتی قهر بودنش با من، هر بار که اونو میبینم قلب مردم دوباره متولد میشه. نور، فکر میکنی اجلال چیزی در مورد شما بدونه؟ شما منو دست انداختین، انگار اجلالو نمیشناسی. اگه کوچکترین چیزی میدونست منو از قایق مینداخت تو دریا. بعدش هم وضعیتشو میدونین که خدا نکنه اگه حقیقتو بفهمه ممکنه جونش به خطر بیفته. به چی فکر میکنی؟ چی شده عشقم؟ چی شده؟ حالت خوبه؟ چه شده؟ ها؟ حرف بزن دیگه. ها؟ اون تو اتفاق ناراحت کننده ای براش افتاد؟ اونی که ناراحتم میکنه تویی، اونی که عذابم میده، اونی که هر روز منو میکشه و زنده میکنه تویی. امروز تو اون قایق فهمیدم حق داشتم که باهات لجبازی کنم ایگید. فهمیدم اگه سرخم میکردم و اونطور که تو میخوای زندگی میکردم تو اون خونه یه لعنتی خفه میشدم. نور، مگه من میخوام تو خفه بشی یا جلوم سرخم کنی؟ ها؟ امروز هر اتفاقی اینجا برات افتاده برای من، ولی وضع من تو خیلی فرق میکنه. تو شاهد جنس گرفتن زنت با یه نفر دیگه نیستی ایگید. تو زنتو با یه نفر دیگه تقسیم نمی کنی. ببین نور، مگه من دوست دارم اینطوری عذاب بکشی؟ ها؟ هیچ میدونی وقتی تو اینطور عذاب میکشی من با نقش بازی کردن برای اجلال چیا میکشم؟ اگه تو عصبانی هستی و عذاب میکشی، منم از پشیمونی و درموندگی عذاب میکشم. فکر میکنی به خاطر عذابی که به تحمیل میکنم زجر نمیکشم؟ پس به زجر کشیدنت ادامه بده. من به جای این که عذاب بکشم میرم به کارم برسم.
موضوع فیلم تبلیغاتی براش سنگین بود. اعصابش به هم ریخته. مبادا آسیبی بهش برسه. مبادا. فکر کنم حرفشو به اندازه کافی واضح گفت. خیلی روشن گفت کی و چطوری بهش آسیب میرسونه. خب من آمادم. چون همه چی برای خانواده‌مونه. نظرت چیه استاد؟ مثبته. به عنوان اولین تجربه تلویزیونیش اصلاً بد نیست. ستاره میشه. این دختر ستاره میشه. آره، ادامه بده. حفیظه، این دختره یه چیزش هست، بازم با شوهرش دعوا کرده. اگه خیلی کنجکاوی خودت بپرس. نور دخترم خیلی ساکتی، خیر باشه. من میرم بخوابم. فردا فیلم برداری دارم. فیلم تبلیغاتی؟ آره، فردا آخرین روزشه. شبتون بخیر. آره عزیزم، برو بخواب، خیلی خسته میشی. بخواب استراحت کن دخترم. شبت بخیر ناز نازی. جدی داره دختر دایی مشهور میشه. هرچی خدا بخواد عزیزم. همش فیلم برداری، عکس برداری. شوهرشو اینطوری عصبانی میکنه دیگه. ببینم الماس، حتما تو میدونی با شوهرش دعوا کرده ها؟ بگو. من چه میدونم بابا؟ اصلا به من چه؟ به جهنم. جواهراتم بیمه منن. اونا نمیشه. باید یه راه دیگه پیدا کنم. مگه من دوست دارم اینطوری عذاب بکشی ها؟ میدونی وقتی تو عذاب میکشی من با نقش بازی کردن برای اجلال چیا میکشم و چه حسی دارم؟ اگه تو عصبانی هستی و عذاب میکشی، منم از پشیمونی و درموندگی عذاب میکشم. فکر میکنی به خاطر عذابی که به تحمیل میکنم زجر نمیکشم؟ این عشق فقط تو قلبم نمیتپه، درونم و روحم و کل وجودم و تو دستاش گرفته. هر باری که اونو میبینم و بهش فکر میکنم، قلبم، مغزم، همه وجودم هیچ چیزی غیر از اونو حس